سلام، خوش اومدیم به این ویدیو. توی این ویدیو میخوام یه جای بسیار زیبا و قدیمی که توی 45 کیلومتری شیرازه و پاتوق بیشتر جوونا تو روزای تعطیل و شب‌هاست رو بهتون معرفی کنم. روستای دشت ارژن در مسیر جاده شیراز بوشهره و به خاطر مغازه‌ها و رستوران‌های شیک و جذابش معروفه و همچنین 4 فصل و آب و هوای خیلی خوبی هم داره. دشت ارژن خیلی مغازه و سوپرمارکت‌های زیادی داره که کنار همه و رستوران و سفره‌خونه های زیادی رو هم داره. معروف ترین اینها رو هم با هم میریم داخلشون نگاه میکنیم. علاوه بر رستوران و حالا سوپرمارکت های هم که داره، همونجور که داخل تصویرم ویدیو هم میبینی بلالی های زیادی هم داره که با آتیش تو این هوای سرد زمستون خیلی میچسبه. چایخونه، سفره‌خونه، هر چیزی که دوست داشته باشین، قهوه، کافه، همه چی دشت ارژن داره و به نظر من یکی از قشنگ‌ترین جاهای دیدنی شهر شیراز. خب یکی از معروف ترین رستوران‌های دشت ارژن رستوران شاندیز آبشاره. بریم با هم دیگه داخلش رو ببینیم. داخل این رستوران شما میتونید هر چیزی که دوست داشته باشین سفارش بدین، از غذا گرفته تا چای، نسکافه، کافه، هر چیزی دوست داشته باشین هست. و یکی از قشنگترین در واقع رستوران‌های دشت ارژنه که برای عکاسی هم خیلی قشنگه، مثلا جایی که آبشار هست. حالا با هم جلوتر میریم میبینیم اینجا آلاچیق داره، میتونین صندلی داره، موزیک، بعضی شبا موزیک زنده دارن و به نظر من باز یکی از قشنگترین رستوران‌های دشت ارژنه.
خود ماچ بلاد بفرم بفرم جان خب حالا میرسیم به شبش که یکی از جذابترین جاهای دیدنی دشت ارژنه که رستوران ها چراغاشون رو روشن میکنن و به نظر من یکی از جذابترین است. خب یکی دیگه از قشنگترین رستورانای دشت ارژن رستوران شاندیزه که با هم میریم داخلش هم نگاه میکنیم. این رستوران هم باز خیلی جای قشنگی برای عکاسی، فیلم گرفتن و یه منظره زیباست وقتی غذا میخوریم. میتونم و من قشنگترین رستوران همین رستوران و رستوران شاندیزه، این دوتا معروفترین رستورانای دشت ارژن. بریم ما هم دیگه داخلش رو ببینیم. بدو خوشمزه ترین و معروف ترین خوراکی دشت ارژن هم قیسی هم قرقروته که واقعا یکی از خوشمزه ترین است.
خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. اگه این ویدیو رو دوست داشتین به دوستاتون معرفی کنید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.